و نقشه گرفتن روزهای کاری در اکسل. نفر که اکسل رو خوب نمیدوند تاریخ روزنامه نویسد 1 سپتامبر 2023 مثلا از اینجا دکمه پلس نشانه پلس پیدا می شود و با پایان می کشد. با کلندر نگاه کرده روزهای تعطیل رو دلیل می کند. روزهای تعطیل ما روز 2، 3، 9، 10، 16، 17 اینها رو یک یک دلیل می کند. ما باشیم همچون آدم تجربه دار تاریخ روزنامه نویسیم. حجره را انتخاب میکنیم. نشانه پلس پیدا می شود و پایان می کشیم. در اینجا یک اشاره است. زیر میکنیم و از زپانی پراپوچی میدیم. خیلی که دیده روزهای 2 و 3 رو نشان نداد و روزهای 9، 10 رو هم نشان نداد، یعنی روزهای تعطیل رو همون نشان نمیدید.